سلام به شما دوستان و همراهان گرامی. با ثبت DNS روی سیستم با شما همراه هستیم. شما در مرحله اول روی قسمت استارت کلیک کرده، بر روی گزینه ستینگ کلیک کرده، گزینه نتورک اند اینترنت رو باز هم انتخاب کرده و در قسمت استاتوس گزینه چنج آداپتور رو انتخاب کنید. در اینجا برای شما آداپتورهای نمایش داده میشن که حالا اینترنت ها یا حالا آداپتورهایی هستن که شما به اونها وصل. اون آداپتور اصلی که ازش اینترنت میگیرین رو شما انتخاب میکنین. مثلا برای من اینه. قسمت پروپرتیز کلیک کرده و شما اینجا با دو تا حالا DNS مواجه میشید که حالا DNS اصلی و فعلیش اینترنت پروتکل ورژن 4، ولی اینترنت پروتکل ورژن 6 هم هستش. اینترنت پروتکل ورژن 6 جدیدتره و تفاوتاشون هم تو اینه که DNS نسل 4 از 32 بیت تشکیل شده و آدرس های 8 بیتی نمایش داده میشه و داخل بلوک های 4 تایی. ولی کن DNS نسل 6 از 128 بیت تشکیل شده، داخل آدرس های 16 بیتی نمایش داده میشه و داخل بلوک های 8 تایی. ولی خب دیگه تفاوت هایی که دارن، اینترنت پروتکل ورژن 6 جدیدتر و دیگه روی سیستم های قدیمی نیست و تعداد DNSش هم فعلا کمتر و آسیب پذیریش نسبت به DNS نسل 4 بیشتر، که فعلا بهتون پیشنهاد میکنم از همون DNS حالا نسل 4 استفاده کنین. اگر هم حالا DNS نسل 6 داشتین میتونین از اون استفاده. شما برای ثبت DNS تون روی اینترنت پروتکل ورژن 4 کلیک کرده. در اینجا اگه شما DNSی نداشته باشین، در این قسمت آپشن DNS سرور آدرس برای شما فعال. اگه بخواید DNS تون رو فعال کنین باید روی گزینه Use the following DNS server رو فعالش. در اینجا از شما 2 تا آدرس میخواد که شما رو به DNS ها منتقل کنه. در اینجا من 3 تا DNS برای شما گذاشتم پیشنهادی که بهترین اونا شکنه، سرعت خیلی بالایی داره و خودم از همون استفاده میکنم. شما در این قسمت اولینشون رو کپی میکنیم و داخل اولین حالا بلوک ها پیستش میکنیم و بعدی هم دیگه کپی پیستش میکنیم. با زدن دکمه اوکی شما به سرورهای DNS وصل میشید و الان شما به سرورهای DNS وصل. ممنون میشم که ما رو سابسکرایب، لایک و کامنت برای ما بذارین و ما رو همراهی کنید. ممنون از شما. خدا نگهدار.